هر نقش عجب که زیر و بالاست، برهان وجود حق تعالی. هر لاله که در حریم باغ است، از نور هدایتش چراغ است. بر بنده های هدایت یافته الله، بر عاشقان جمال مصطفی درود بر روانشان. السلام علیکم. در خاندانتان آبادی، در مغز وجودتان، در فکر و خیالتان دائما خیال آزاده پایدار باشد، حکم فرما باشد. گفته برنامه امروزه پرنده های مهاجر را حسن افتتاح میبخشیم، حسن آغاز میبخشیم. خب این اولین برنامه در زمستان امسال است. در کشور ما برف باریده است و باور دارم که در تاجیکستان عزیز هم چنین حالت است. واقعا پگاه هوا معتدل است. در خیلی از شهر و نواحی های کشور ما معتدل تر است هوای تیر ماه. برین شاید در برخی از محل ها باران هم بارد و هوای تومن هم باشد، اما خنک نیست. خب برنامه پرنده های مهاجر است. امروز یک موضوع داغ است وابسته بر مهاجرت. این سوروت ابلا و آن سوروت دیپارتاسیا. مهاجر بیچاره اکنون در راه ماند، رود نرود. خیلی از مهاجران جوانان هستند که نو باری زندگی بر دوششان فرامده، نو داماد شدند، زن گرفتند، باید قرض و قوالای توی را برگردانند یا باید برای خراجات بزرگ توی را انجام دادنشان باز هم بر زندگی مبلغ کار کرده بیایند، یا از ترسی آن که بر ابله و آمده داشته میبرد رفتند بر روسیه تا که یک مهلت بازداشت بچه های رسیده بر سین خدمت گذرد و برگردند. اما متاسفانه ابله و دائمی شد. دیگر وقتی ابله و تمام شد گفتن نمی شود. هرچند که نقشه دعوت به خدمت حربی بود شده است، اما نقشه کیسه پر نشده است. کیسه مقامات ها یا خود پر نشده است. نقشه ابله و گفتن هم درست پر نشده است. شکمشان، کیسهشان تا سال دیگر باز هم ابله و اینقدر اسکرات کجا میگنجانده باشند که بعد بود شدن نقشه باز هم گرفته برده ایستادند. خیلی از نواربرداران وقتی که با من هم صحبت می شدن می گفتم نمی ترسی؟ جوان هستی، توی به توی می گرده. ابله و می گویند در همه جا همه را باز داشته ایستادن. می گفت نه، من حقشان را داده ماندم، امسال برای من دست درازی نمی کنند. یعنی ابله و یک نوع بیزنس است، نقشه بیزنس بود نشده ایستاده است. اما این بود شدنی نیست. آنچنانه که سعدی می گوید، گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اگر خاک گور پر نکند چشمشان را، پر شدنش گمان است. نقشه بیزنس بود نمی شود. خب در یک دهه یا روستا میگویند، دهه را قشلاق میگویند در بعضی محل ها، در یک دهه یک دوست بود. همیشه در این دهه دزدی میشد، دزد را باز داشته نمیشد و مردم هر چیزشان را گم میکردند. میفهمیدند که دزد برده. یک بار در همون جای دزدی شده ایزی کفش های پیدا شد، ایزی قدم هایی که با ایزی کفش قاضی همون دهه خیلی مانند بود و برخی از مردم میدیدند میگفتند ایه دوست کفش قاضی را هم دوست دیده بوده است، اینجا ایزش مانده. بعضی ها میگفتند که نه، دوست کفش داشته است که با کفش همون قاضی مانند بوده است. اما یک دیوانه گفت که ای مردم، قاضی خودش دزد است. مردم زود قاضی را دلبرداری کرده گفتند زیق نشوید، تقصیرم، ملول خاطرتان نآید، این آخر دیوانه است، به وی اعتبار ندهید، دیوانه نمیداند چی میگوید. همین طور قاضی آرام میماند. روزی دیگر دزد گم میشود، دزد را میکشند، مردهاش را مییابند. مردم میآیند نزد قاضی میگویند دیوانه گم میشود، مرده دیوانه را مییابند. نزد قاضی مردم میآیند میگویند مرده دیوانه یافت شد، دیوانه را کی کشته باشد؟ قاضی میگوید دیوانه را دوست کشته. اما مردم باز هم نمیفهمند و باز هم آرام میشوند. یعنی مضمون از این حادثه چی؟ قاضی دروغ نگفت، دوست هم دروغ نگفت. قاضی گفت که دوست دیوانه را
دیوانه را دوست کشته است و دیوانه هم دروغ نگفت که دوست خود قاضی است. پس اینجا هرچند هزاران مراتبه گفته شده که با خون آمدن با خون میروم، مردم با سنبال و بردار میکنند، این حکایه همان معنا را دارد. دروغ نگفت، راست گفت، اما مردم فهمیدن نمیخواهند یا میفهمند و فهمیدن را جنایت میشمارند. در بعضی حالت، در خصوص در همین دهکده‌ای که عین حال بر بهشت زمینی ما مانند کردن خیلی امکان دارد، جزای سنگین است وقتی که انسان چیزی را میفهمه، درک میکنه، بعد همین عقل عذاب میدهد. یک نویسنده روز بود که الکساندر گریبایدوف یک کتاب داشت با نام گوری اتوما، داد از دست عقل بود و خیلی همین کتاب را خوانید میفهمید که انسانی که عقلش خوب کار میکند از همین حالت ها میفهمد، درک میکند و خود را در عذاب میگذارد. همینجا من یک شعره که پیدا کردم، خیلی کهنه‌تر است، برخی از بیت‌هایش از خودم، برخی از دیگر دوستان از فیسبوک جمع کرده و همین شعر وابسته به همین حالت است. میفهمی، میبینی و خیلی زیق میشوی، خیلی غمگین میشوی. غمگین را در زبان شیوگی، در زبان خلق زیق میگویند. گوش میکنیم، بعدا میگذاریم بر موضوع برنامه. شعر چنین است: گردش این زمانه، نرخ و نوای نانه، در کوچه ها شیطانه، میبینم و زیق میشم. سر هر ره گدایه، مردم حالش وایه، آب از بالا لایه، میبینم و زیق میشم. به قدری یوریسته، احوال ژورنالیسته، تاکسیستی افیریسته، میبینم و زیق میشم. دانشگاه عالی را، وزارت مالی را، کله های خالی را، میبینم و زیق میشم. سرود بی‌مضمونه، رقاصه ناموزونه، حیرانی میمونه، میبینم و زیق میشم. نوارهای اوریانه، میانهای لرزانه، حیف دین و ایمانه، میبینم و زیق میشم. تویهای ودونگه، فتح پوشی تنگه، بعد توی هر روز جنگه، میبینم و زیق میشم. خداهای پول مسته، میبل و چیز پرسته، فهمیشی پسته، میبینم و زیق میشم. رنجهای مهاجره، دردهای مسافره، چشمی چاری کمپیره، میبینم و زیق میشم. حرف رئیس جمهوره، از عقل و منطق دوره، صبر و طاقت زوره، میبینم و زیق میشم. دختران دل صافه، کرته تا نیم نافه، مردم بی انصافه، میبینم و زیق میشم. کودک دل فگاره، عرابه و همباره، این خیل ناموس و آره، میبینم و زیق میشم. غرور بدانش، سپارش و خانش، اینقدر ستایش، میبینم و زیق میشم. رئیس بیسواده، حسابات زیاده، در کارخانه فساده، میبینم و زیق میشم. تراشیدن ریشه، سر تنگ فهمیشه، فراست فاحشه، میبینم و زیق میشم. منصب اولادی را، با خون دادن کرسی را، ساخت دیکتاتوری را، میبینم و زیق میشم. درازترین بیرق، روی کاغذ رونق، بوی دود تپک، میبینم و زیق میشم. مردم مسافر، بازی های تقدیر، عمر در غربت پیر، میبینم و زیق میشم. 10 کس در یک کمنته، به زور میمانی پاته، غم غریب مردک، میبینم و زیق میشم. 10 کس در یک کمنته، به زور میمانی پاته، میانی مشکلات، بسیاری مشکلات، میبینم و زیق میشم. زنگ زدن زنکا، سوم میگن بر کودکا، غم غریب مردکا، میبینم و زیق میشم. این شعر بود و
همین موضوع وابسته که وقتی چشم بصیرت است نگاه میکنی میبینی زیغ میشوی. وقتی که عقلت درک نمیکند که چی حادثه رخ داده ایستاده است و شکمم سیر شود شد دیگرها غمی من نمیگویی، آنگاه نه زیغ میشوی نه پروا میکنی. هستند آدمانی که نیمی دنیا را سیر برد در نیمی دیگرش گذشته زندگی کردن میگیرند. پیشگیری یگان حالت دیده نمیشود. خب اکنون باور دارم که شعر به شما معقول شد و میگذاریم بر موضوع برنامه. دعوت به ارتش یک بیزنس موسمی، یک بیزنس موسمی با بیزنس همیشگی تبدیل داده شد. یک موسم ابله بود، کارمندان کمیسریات، شعبه کارهای داخلی، بعضی مقامات دخلدار به این حالت شاید یک مقدار مبلغ کار میکردند، حتی رئیس کمیته محله خانه ها یا دیگرها هم در این مبلغ کارکنی همراه می شدند. یک مدتی معین مبلغ کار میکردند، زود توی سور و خراجات های بزرگشان را کرده می گرفتند و اینک کاردشان بالای روغن شد. اینک آنها بیزنسشان موسمی نه، بیزنسشان دائمی شد. یک کاری خوش کردند شاید که کاردشان بالای روغن شده یا نه کاری خوب نکردند. بعضی نفران حرام میفورد میگویند که انا همین طور. خب قبل از آن که فرمان برآید که به جای خدمت کردن 25,000 سومانه پرداخته خلاص شدن ممکن است، تا برآمدن همین فرمان هم پول گرفتن بود. شاید بیش از این میگرفتن یا کمتر از این، هر کس از قدرت و توانی دادنش میداد خلاص میکردن فرزندانشان را. پیش از این هم بلیت حربی فروخته میشد، هنوز هم حالا هم فروخته میشود. پیش از فرمانی با پول حل کردن مسئله هم بود. پس پاره بود، حرام بود، فساد بود. یا با عباره زیباتر، اگر با عباره روانتر و دلخراش نه و گوشخراش نباشد گویم جان فرزندشان را شاید میخریدند. من گفتنی نیستم که فرزندان بر خدمت وطن نروند. برخی قرض فرزندی است میگویند، هرچند گاه فکر میکنی که کدام قرض؟ مکتب رایگان نبود، طبابت رایگان نبود، پدری کودک در روسیه بود، خودش با کلاشکا جمع کرده فروخت، کردان جمع کرده فروخت، در قوطی ها سکیچ و دیگر چیزها فروخته پول مکتبش را کار کرد. اما وقتی بزرگ می شود میگویند قرض فرزندش را باید اجرا کند، قرض مادر وطن. خب همین جوانانی که عین ها شما میبینید بر سن نورسی، بر سن خدمت رسیدن، قرض وطن چی باشد؟ فقط نامش این که وطن است. این همین حالت، همین سوال خیلی عجیب است. من نمیگویم که خدمت نکنند، خدمت کنند، اما قبل از خدمت کردن این جوانان کمبغل، جوانانی که دیگر تقا و امک ندارند در مقامات قدرتی، اول فرزند اون بالانشین ها خدمت کنند. اول خدمت نکرده عنوان گنرالی گرفتگی ها خدمت کنند، نمونه عبرت شوند و مقامات های وابسته بر همین ابله و این همه از فضا تازه شود، خودشان سر منبر برآمده کفالت زنده و سلامت برگردانیدن فرزندان بر پدر مادر را دهند، آنگاه مرحمت خدمت کنند. فقط آنگاه هم یک بار به جای آنهایی که فرزندشان در خدمت حربی خودکشی میکند یا کشته می شود یا بر حالت دیگر دچار می شود، فرزند خود را هم مانده درد آنها را احساس کرده بینید. چرا مردم میگریزد؟ 2 سال در خدمت بود، 2 سال اگر در روسیه کار کند به هر حال شکم مادرش را، خواهرش را، همسرش را سر میکند. اگر خاندان هم نباشد یک طرف روزگار را میکشد. او را نان بیار همین خانواده، خدمتگار خانه را وقتی که میبره بر خدمت وطن، دیگر 2 سال حال خانواده چی می شود؟ خیلی از خاندان ها همون یگانه مبلغ کارکنه که خانه را می دهند از دست. حادثه بود در پنجکند به نزدیکی که در پنجکند باستان از دانشگاه رفته دانشجویان را باز داشته بردند بر کمیسریت حربی
و اونجا گفتن برخی که قرضداران را میگیریم بر ارتش میفرستیم، آنها که قرض ندارن جواب میدهیم. کدام قرض باشد؟ قرض از تلفن موبیلی بود یا قرض از مبلغ شرطنامه دانشگاه بود؟ کدام قرض باشد؟ عجیب. بیایید یک دو نوار تا درک کردن موضوع برایتان پیشنهاد کنیم، بعدا باز ادامه میدهیم گفتارا در این برنامه. مرحمت. آمادگی دارید؟ بچه‌ها آدمایی که رسی اومدگن همونجا برداشتیسن، همونجا توپ همش ابلا و قبیدگی اینه همش ابلا و قبیدگی زال رگیستراتسیا اینها گذاشتیسن. شهر قرغان так что پیش اومدن فکر کنیم. روز 2 دکبر 2021 نمیره همش پاسپورت گرفتگن، همش قبیدگن برای ابلاوا. من пацанойша اونجا проверка када увиделся. кепка маска дора дидем. اونجا در اومدی ای самолет میفرم جو مترو میخپم. انا تو بخدا قراره این اکا غیر قانونی این از اینا پویا موندی خونه مردم مجبوری زده در شکسته در اومده سن ابلا و شهر شرورا حجتو را پیشنهاد کردگی مکا غیر قانونی اومده سن دست مونده سپیس داریم این ای کارگرای مقامات ایسور یک قیمت گپ خبر این نوارهایی که یگان فیلم نیست، آنچه که بود در حیات ریالی دیدید با نوار گرفته شده است، فرستادن بر شبکه‌های اجتماعی و در خیلی از رسانه ها هم رسانه شدند این خبرها. و نواری هم بود که در پنجکند پدر مادران والدان با کارمندان کمیساریات حربی خیلی گفتگوزار داشتند. آنجا حرفای پست و بلند هم بود. این نوار هم بود از چه باشد که دور کردند از شبکه ها. انا حالت چنین است. میشنوی که از روسیه این یکی را دیپارتاسیا کردند، دیگری را شناخته شده ها را، نفرانی که از آزادی ملت حرف میزنند آنها را بوده ایستادند دیپارتاسیا میکنند، میگویند صورت ماشین را تیز کرد یا کار دیگر کرد، یا حمایتگران حقوق مهاجران را از روسیه دیپورت میکنند. این طرف میآیه با یگان گناه خردترین هم دیپورتاسیا کرده ایستادند، این طرف میآیند حقوق ویران کنی ماموری گفته. در خود همان فرودگاه وقتی به تاجیکستان میآیند علاقه حجت ها را تفتیش میکنند، از خود فرودگاه میبرند بر صف ارتش ملی. مردم از خودش افسانه بافته ترسو شده نمانده است. مردم میدانند در یک کوچه اگر یک نفر در ارتش وفات کرده بیاید، عذاب کشیده بیاید یا بیاید و جراحی کنند، از ضرب و لط نیم آدم شده بیاید، این خبر در تمام خیش و تبارش و در کوچه هایی که خیش و تبارش زندگی میکنند تمام همسایه ها پهن می شود. با سرعت ترین چیزی که در دنیا پهن می شود این خبر است. عصر اطلاع و این خبر است که نهایت با سرعت پهن می شود. خب شنوندگان عزیز، من گفتنی خیلی بسیار دارم، بینندگان تماشابینان عزیز، و اگر حرف شما گفتنی باشد من وقتی برنامه را کاملا برای خود صرف نکنم، فقط من حرف نزنم، شما هم میتوانید وارد شوید در برنامه گفتگو کنیم در این بابت، در بابت ابلا و چیستان بود که ایلک این سوره و میزنی آن سوره و میزنی، گناهی من چی باشد که کجا رو میزنه؟ این همین مهاجری بیچاره جوان تاجیک را هنوز نه بر زندگی قدم گذاشته که الکی این سوروت ابلا و اون سوروت دیپارتاسیا، این سوروت وهم اون سوروت وهم، انا همین خیلی از زندگی دل سرد میکنند. نفر با نام آنا در پیامک ها هنوز برنامه سر نشده ساعت قبل خیلی درد و آه خود را نوشته بودند که جیانشان را بر خدمت حربی گسیل کردند و آنها شکمش را چاک کردند، گردهش را گرفتند، یک فرزند سالم، یک جوان سالم را در بیمارخانه بوده و حتی وقتی که جواب دادند گفتند شکایت نکنید که فلان و چنان میکنیم، یعنی ترساندند الکی.
نفر وارد شده را قبول میکنیم، بعدا ادامه میدیم. اینجا معلومات های خیلی بسیاری هم دارم. بیرون شدن، باز وارد شده، باز بیرون شدن. علاقه شما طرزی وارد شدن، طرزی در برنامه اشتراک کردن را میدانید. در یک برنامه که مانند بر همین موضوع بود، من از وطن دوستی، وطن پروری، مهر و محبت وطن، صادق بر وطن بودن را گفته بودم. چخیل یک بابای اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی داشتم که سر سینه‌اش با آردین و مدال پر بود. یک صندوقچه میشد وقتی که این همه را جا میکرد. و احساس وطن دوستی، وطن پروری در ما هنوز از خیلی آوان کودکی در ذهن ما کاشته شده است. من هرگز دوست ندارنده وطن نیستم. امروز همین از خدمت وطن سرکشی کردن جوانان را میبینم. شمال نشود، درخت نمیجنبد. پس یگان حالتی هست که جوانان رفتن به خدمت حربی نمیخواهند، از ابله فرار میکنند، یا خود ابله و نام یک ظهوراتی چی میگویند، یک شرمنده‌وار سر شده که در یگان کشور دنیا شاید این حالت نباشد. در دنیا یگان دولتی را نامبر کرده میتوانید که ابله و نام داشت، ابله و نام یک حادثه، یک عمل باشد. در یگان جا به خدمت مجبوری زده کوفته از خانه ها گرفته برایند، از جای خوابشان گرفته برآمده بودند. یک زمان جوانان را بالای بام برآمده گریخته بودند، یک وقت جوانان از بالای بام خودشان را پرتافته بودند. مادرانی بودند که فرزندانشان را نمیدهم گفته اینسولت یا خود دلشان یا مغز سرشان سکته گرفته بود. خب بچه غریب شما را گوش میکنیم. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. خب گوش میکنم شما را. این ابله و کی تمامش ده باشه، ای بچه های غریب هم و ده شهر غریبی ای ترسی ابله وره مردم 3 سالی 4 سالی شید که بریم زن بگیریم روی ابله و هیچ که نتونسته ایست از رفته. این مردم خب غریب هم جمعی مونده باشن هم خیلی. همین برنامه همین خیلی معنا دارد که ابله و دائمی شد. بیزنس موسمی بود، بیزنس دائمی شد ابله و بعضی جوانان را هر سال یک بار بازداشته، یک مقدار مبلغ حق کیسهشان را گرفته باز هم رها میکنند. بالاخره مجبور میشود او بلیط هر بگیرد یا مبلغ همین دیگر پولی که شد مبلغ خدمت را سپارد. مبلغ خدمت هم خیلی یک رقمی هنگفت است. $2,500 $2,200 می شود، 25,000 سومانی. خب یگان گفتنی دارد باز؟ خیلی ما این یک بیزنس ای همش یک ظلم یک چیزی همین حکومت یگان چیزی دیگر نیست. مردم دیگه 3 سال در غریبی کار میکنن، همون $2,000 گفتگی او را کار نمیکنن برای زنگیریشون. مردم همه جا آمده در عذاب در چی، همش یک بیزنس، یک ظلمی، یک خدازدگی همین دولت تاجیکستان یگان چیزی دیگه نیست. سلامت باشی، خدا نگهبان بچه های غریبه. کدومت که میتونی همه جا. خدمت به وطن قرض شماست میگویند. شما در نزد وطن خود را قرضدار میحسابه؟ در نزد وطن اخته قرضدار میحسابی که وطن نه که یک اولوی، یک ظلم و یک چیز. اون چیزی که ترا حرمتت میکنن، در حرمتت چی میکنن، اون چیز وطنه. این چیزی که یک خوینی و یک چیه در او هیچ محل انسان رو نمیشمارن، در او هیچ محل قرضدار نیستی، نه برات و یا قرضدارن. در آن وطنی که حکومت را وطن میدانند، حکومت را دولت میپندارند و در خدمت او هستند، خود را قرضدار نمیحسابید. در خدمت خانواده نیستید. بله من خوب درک کردم. نفری دیگر را قبول کنیم؟ راضی هستید؟ بله بله. بسیار تشکر برای وارد شدن به برنامه. ابراز اندیشه اتان. مرحمت مهاجر. الو. سلام علیکم. و علیکم سلام. گوش میکنیم شما را. خیلی پسازی سلامتیات خوبه اما تینجه؟ بله خدا را شکر، خدا را شکر. سازم تینجیم. امی میگم اپا این امی راستی گپ خیلی گپی بزرگ نمیگم. خب. خودت ضعیفی. خب. عیب نمیدونی که نمی برای یک زنک آخی هم خانه در بشی آخی یک کودکات نگاه که عیب نیست. خب اگر
میبرای یعنی مفکوره آدم دیگه میکنی، این خیلی اغوا اندازی میکنی. به خدا ای به رو تقصیر نکه. خب دادر جان، انا همین شما بر اینها به ما لازم هستید. همین که به برنامه وارد میشوید، تماشابین صفش افزوده میرود و مقابل اندیشه شما اندیشه ها میبارد، نفر دیگر را قبول میکنه. مرحمت، تشکر برای آنکه وارد شده. تشکر. مرحمت. کسی دیگر را قبول میکنه؟ ها، بیرون شدن. وزارت دفاع تاجیکستان اعلان کرد نوابسته از پرره اجرا شدن نقشه دعوت تیر ماهی، دعوت جوانان به کمیسریت‌های حربی را طول سال ادامه خواهد داد. با احتمال زیاد ابله از یک پدیده موسمی به همیشگی تبدیل شد. یعنی این مضمون را گفتیم. مسئولین وزارت دفاع میگویند که تصمیم دعوت همیشگی برگرفته از تغییرات نو به قانون دعوت به ارتش است. قبلا دعوت به ارتش به قانون قبلا دعوت به ارتش و ابله برخواست از آن موسمی بود و بهار و تیر ماه جریان می گرفت. اکنون به گفته مسئولین وزارت دفاع، نوابسته از موسمی سال و مقام جوانان، یعنی چی دانشجو چی غیر آن، هر لحظه می تواند به کمیسریت حربی دعوت شوند. یعنی دانشجو هست، درس خوانده ایستاده است، کار کرده ایستاده است، فرق نمی کند. در بیشتری موارد چه خود جوانان و چه والدان و نزدیکانشان از گرفتن دعوتنامه یا اجابت دعوت خودداری میکنند. در پی این کارمندان کمیسریت‌های حربی با کمک مقامات‌های محلی و پلیس به بازشکار میبرند. الو، گوش میکنند. السلام علیکم دادر. سلام علیکم. و علیکم سلام. گوش میکنم، بفرمایید. آقا جان خوب هسته؟ خدا را شکر. خب در باب موضوع تا دمی که وارد میشوند مشتریان، من موضوع را ادامه داده ایستادم. مهاجر بیچاره امروز این طرف رود ابله و از آن طرف دیپارتاسیون میکنند. حالت دیگر ویران است. اون که نفر اول که وارد شدن گفتن ما زنگیری هستیم، رفتنی هستیم بر وطن، 3-4 سال باز نمیتوانیم. کی تمام میشود؟ اما ابله و تمام نشدنی شد. فکر شما اکنون؟ اصلا شما خود را در نزد وطن قرضدار می حسابید؟ خدمت کردید برای در ارتش ملی؟ نه خدمت نکردیم و خب از پشتی همین روزگار و زندگی شرایط نبودن عائلوی خود از مهاجرت قرار دارن. خب برای خدمت رفتن کل جوانان جانبدار هستید؟ الو. بله گوش میکنیم. نه چه ما شما را شنیده ایستاده. شما جانبدارید که جوانان خدمت کنند. نه جانب داریم. ارتش ساز در کار برای خاطر خدمت کردن. خب حکومت جدید در کار که خدمت کردن جوانان. بلندتر حرف نظام میزنید. نو لازم. نظام خوب نظام نو در کار برای نظام نو باشد، نظام خوب نظام باشد خوب و ارزنده بر خدمت باشد و همه برابر باشند. حقوق بنیاد و دموکراسی باشد. البته. خب بله من درک کردم که شما چی میگوید. خب نفر دیگر را قبول کنیم. مرحمت. با حرف ان. السلام علیکم. و علیکم سلام برادر. امیدوارم خوب هستین نفر. بله بفرمایید گوش میکنم. آغازتون خسته نباشه. تشکر. یک بسیار برنامه خوب موندین برای خدمت کردن جوانان. خب اکو امروز گیریمگه این خدمتی که امروز میرن او خدمت نیست، او برای وطن خدمت نمیکنن. اوجا میبرن برای اما خلق خودت با ملت خودت کشتن در دستتمون اصلی اهمیتی هم دیگه با چی کار میکنن؟ خب این حرف منطق دارد. برای وطن خدمت کنند خوب بود، اما پاده نفری را بانی میکنند، امارتی نفری را میبرند، امارتی نفری را اینش علاقه خدمت نیست. اون
خدمت میرن میگوی وقتی ما خدمت کردیم بچه ها را آوردن ما армии همین روسا بود ما خدمت میکردیم بعد برآوردن تمام بچه های تاجیک армия را آوردن به ما را بعد سوال کردم با همین 3-4 تا سوال کردم که همین چند تیر زد پراندی در همین خدمت بعضیش به نام خدا میگد که автомат قبیدگی نیستم در دستم تیر ندیده است. 1.5 سال 2 سال خدمت کرده است میگه автомат نقاپیدیم بعضیش 3 تا تیر پراندم 7 تا تیر پراندم چیکار کردی میگه خانه کماندیر رفتم کار میکردم یا ای علف دروی میرفتیم میگه زمین پاول کنی الان طریق کارو او خدمت نیست آخه یک احمق میگوی غلام تیار کنی میبرن. درست من جانب دارم حرف شما را و ما هم باره رفته بودیم اینترویو یعنی گزارش تیار کرده بودیم از جوانانی که مال میپاییدن از جوانانی که یک در حوله بزرگ کار کرده ایستاده بودن اینا هم در ارتش بودن در صف ارتش خدا میداند گرسنه بودن سیر بودن اما همین اگر خدمتی حربی است فردا اگر بر سر تاجیکستان الها چنین روزی نآید که دشمن سرخلاند ما را کی حمایه میکند شبانگاهان که برق نیست در فصل زمستان یک جوان ورزیده تیار بر حمایه وطن نداریم همینطور خب یک نفر برآمدند گفتن اینجا که مغز جوانان را ویران کرده ایستاده باز خیلی حرفای بجا نسبت چون اینها یگان گفتنی دارید و یا همون چی بگم آخی و یا یک گپی چی بگم آخی ایزا میکشم در اینجا گپ زنم آخی و یا همون پدرشان همون پیشواشان پدرشان خداشان همون پیامبرشان همون آخی دیگه کار ندارن میبرن همون را سفید کردن میگیرن او به عقل به معرفت نمیگوید که همون بچه های که رفته است نگاه نشد آمده است نه سم هم دلی نگاه نکرده روی کرده است نه اونجا درست سلامتی را بایداده می آید بله آخی نیکول اپاجا بخشش ما آواز تلفن عدسی شریکم کشیده گرفتم نیکول که سلامتیش السلام علیکم یکم میشین که و علیکم سلام نیکول که سلامتیشان بای میتیان خب مردشان بوده هم کم خانشان به گسل میکنن درست من هم خدمت کرگی بله ما همین آدمی که خدمت کرگی همین وی دولتی وی تاجیکستان به دولتی تاجیکستان به من ندانستم خدمت برفتگی من خدمت رفتگیم به اوجه پشتی 20 سال میشه بود کرگیم به خب ما اطرافی خوجام میشم من با فرقش نه لبایش گاو زند که یکی ما چگم من خودم خدمت کردم 2 سال خدمت کردم پاتریبونال فروندم یگان وای نکرد من 6 ماه رفته دیگه جوه رفته من سالتوی رفته میفروشد من خانی آدما رفته 6 ماه کار کرگی او خوردیم به من و این بلیتش خریدی دادگی فهمو و پولی که برای و این بلیت صرف شد این هم بر کیسه مقامات ها وارد شد کارمندان مقامات ها نمیدونم کسی کی و مقامات میشد من شما که برفاند دولت فروش و این بلیت خریدم من همون و این بلیت داد گیفتمو پول دادم همونم چیگم و این بلیتی تا آخر نه 5 ساله این خیلیش هم میشود عجیب 5 ساله و این بلیت بعد 5 سال و این بلیت уже недействительный عجیب уже وقتا уже گذشته برات و دادرم уже زنگ گرفت 2 تا بچه دار شد уже قریب ویام 40 بدرم دوست فهمو خب اگر این حال جوان می بودید دعوت میکردن میرفتید
خود را قرضدار می حسابید نزد وطن؟ Это уже сложный вопрос. بله دشوار، من هم دشواری میکشم. اگر نفر دیگر را قبول کنیم راضی هستید؟ اینجا در بسیار شدن بسیار راضی. اشتراک گوش کردید. میکنیم. خب تشکر که در برنامه اشتراک میکنید، دستگیری میکنید تا فکرهای گوناگون. اگر مقابل فکری من هم اندیشه دارید البته وارد شوید، البته حرف زنید. من هرگز قباحت نسبت شما روا نمیبینم، حرفی قبیح. خب نوبتی کی بود؟ مرحمت. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. پس حالت خوبید؟ خب بله تشکر دادن. یک نفر در آمد در حق شما گپای قبیح زد، این خوری خطا کرد، شما هیچ گناهی نکردید، همه بر خواهشی خودش میبرد گپ میزند. این کار خدا شما خطا هم نیست. خب با که نیست، من غمگین هم نمیکنم. هر کس داخلش هست همان بیرون میبراید. با که نیست. خدمتی وطن قرض است میگون. خلاصی گپ بر من قرض هم نیست است، نخواهم کردم. میمیرم و خدمت نمیکنم، گفتگی گپ است. در ما شعار است، میمیرم خدمت نمیکنم. همین دلیم همین خدمت با حاضر در ناب شود. خب پرزیدنت ناب شود، دیگر شود، پلاژینی دیگر شود، خوب شود، ما 2 ساله 10 سالم خدمت میکنیم. نکس نامه حاضر بر ما قرض نیست است. بله خیلی ها چنین میگویند و اگر من هم جوان می بودم و دعوت میکردند همین ایده را داشتم. اما یک سوال دیگر اینجا با وجود می آید. وقتی جوانان بر خدمت می روند و پاده یکی را می بانند یا در خانه کسی خدمتگاری می کنند یا کارهای لای و گیل مشغول می شوند، خیلی یک دادر دیگر برآمده گفتند автомат نقپید، یگان بار تیر را ندید. وقتی که جوانان این خیل خدمت میکنند، برخی از دیگر جوانان پول داده میخرند و این بلیت، برخی دیگر عموما خدمت نمیکنند. مبادا که عسکر در کار شد بر تاجیکستان، آنگاه حال وطن چی میشود؟ آیا همین سوال هم یکان بار در ذهن کسی خطور میکند؟ این خدمت کردن نکنید بهتر. چه مرا میبرند با ظلم میبرند، میمیرم و نمیکنم که خدمت. بله این فکر شما. این فکری من است. سوال دیگر برمیآید که چرا جوانان دیگر امروز همان هویت ملی و وطن دوستی را بای داده ایستادند؟ معلوم که انگیزه دیگرگون هست که آنها را باز می‌دارد. خب من دست میکنم. بله. وطن دوستی را هیچ کس از دست نداده است، همه وطنش را دوست می‌دارد. این وطن این تیم وطن نیست. بله. این بله. وطن باید شود که بر شما تا رسیانده پونکت میروید، بالنیسته میروید بے پول، مکتب بے پول، همه چیز پشتی بیس پول های. پولیس میکرد بیس پول های. نیکست نامه در تاجیکستان چی بے پول؟ همه جاش نبرد قیمتی پول میگیرد نبرد. از یک روزگیتان به دنیا میآید پول، درست است. آنگاه خود را قرضدار نمی‌حسابید در نزد وطن. من قرضدار نیستم، نخواهم بود. این وطن با وطن را اما دوست می‌داره. کنش همه دوست می‌دارد. پروست این وطن برای من ساختار حکومت را دوست نمی‌داره. ساختاری که نام من حاضر چه که های همش این آیلوی هست، من تینش را نخواهد دوست دارم. بله فهمیدم. بسیار تشکر برای ابراز اندیشه‌تان. هر نفری اگر مقابل اندیشه من هم ابراز میکند فکر مرحمت، اینجا میدان آزاد است. روزنامه نگار ژورنالیست باید به هر دو طرف برابری بها دهد. زنگ میزنند نفری مرحمت، بعدن باز از افیر قبول میکنیم. الو خاموش کردن. نفری دیگر مرحمت با رنگ نارنجی
غرم، جنوب کشور عزیزمان، مرحمت، ناحیه غرب، ناحیه به فکرم. بله دادر یا خواهر هستند. السلام علیکم. بلندگویکتان گیران است. بیرون شدن، شاید از نو وارد می شوند. محمد صالح بفرمایید. بلندگویک از جانب شما گیران نیست. سلام علیکم. و علیکم سلام. به تمام شنوندگان و بینندگان این برنامه سلام برسانم. باور کنید من همین برنامه رو تماشا کردم. بعضا اندیشه های با منطق و بی منطقی، بعضا همصحبت های شما رو هم با دقت گوش کردم، برای خود خلاصه هم برآوردم. ولی منظور و سوال های من در بابت سوال های شما، موضوع شما و برنامه شما من زید هستم. من یک شهروند تاجیکستان هستم. خیلی که شما گفتید که روزنامه‌نگار باید توازن رو نگه دارد و هم اندیشه شنونده و هم اندیشه دیگر رو به نوبت گیرد. اما وقتی که شما میگویید که یا اینکه بعضا شهروندانی که امروز در مهاجرت خودشون رو گویا که در مهاجرت بیان میکنند و من میمیرم لیکن به خدمت نمیروم. لیکن شما خودتون مشاهده کنید، اصلا وظیفه زن مادر از یک جانب در خدمت شوهر و در تربیت فرزند باشد، وظیفه مرد در برابر تامین روزگار و عائله‌داری کردن، حفظ مرز و بوم کشور و غرور مردی دارد. مثلا من وقتی که برنامه رو تماشا کردم دیدم تا هنوز علنگه دارد که چگونه امروز بعضی از جوانها یا بعضی از طرفداران شما یعنی از خدمت مادر وطن خود دست میکشند. چرا؟ مثلا من هم رتبه کاپیتانی دارم، من کاپیتان هستم. ما اگر چی دولت مثلا امروز ضرور داند که بار دیگر خدمت کن، من برای حمایت وطن، مادر خود، خواهر سرزمین من آماده هستم در همه حالت. پس این جوانان رو ببینید، بعضی از جوانان، البته من همه را در نظر ندارم، بعضی از جوانان چرا من میمیرم یا اینکه خدمت نمیکنم، این نامردی است، این ناتوانی است. یعنی این دست کشیدن از خدمت وطن مادر است. یعنی اونها یعنی باید که مرد باید دلیر باشد، جسور باشد، نه هراسد، از مشکلی ها نه هراسد. در مثلا در فدراسیون روسیه باشد، اگر در فدراسیون روسیه باشد مگر خدمت حربی در فدراسیون روسیه نیست؟ میگوید که اینجا بی پول، اونجا بی پول، دکتر بی پول، کیمچی خورو، مگر خدمت بی پول است؟ در اونجا همین خیال است. اونجا اگر یک فرزند باشد هم در فدراسیون روسیه خدمت میکنه. امتیاز در تاجیکستان ما هست، اگر یک فرزند باشد اگر مثلا نمیره در خدمت پدر و مادرش باید باشد، در خدمت حربی در ما آزاد است، لیکن در فدراسیون روسیه خدمت میکند. این خیلی اینطور نیست که یا اینکه پول دیده یا از وای آزاد شود. این دیگر طرف. بعد سوالی که شما منظور کردید شخصان منصبداران اول در خدمت حربی باشند، باید که قسم‌های نظامی روند. من در یک چند قسم‌های نظامی بودم، حتی پدر و مادران برای دیداربینی فرزنداشون میبینن از شرایط زیستشون، از زندگیشون، از خدمتشون. اگر من پدر و مادر وقتی که قسم‌های حربی میبینن شرایط خیلی خدمت به وطن است، خدمت حربی است، همه خوراک، همه شرایط‌ها برای فراهم است. پس شما میگید که امروز جوان‌ها امروز چاک میکنند و میمیرند و این خبر شنیده نمیروند. در کجا مثلا شما امروز گفته میتونید که در جمعیت ما نفرای مثلا جنایتکار نیستن؟ از هزار یک تا جنایتکار میبیاد. مثلا فرزند شما خودتون اگر 10 نفر 5 نفر فرزند خودتون یا 4 نفر فرزند خودتون وقتی که شما تربیت میکنید، مگر یکی از آنها یک خاراکتر دیگر نداره، یک عملی ناشایسته نداره؟ شاید از بین ما اینو پیشگویی کرده نمیتونه، تقدیر خداوند خودش میدونه. اما یکی از آنها مثلا دست به جنایت میزنه یا به رفتار ناشایسته دست میزنه. یعنی از هزار یک تا شخص ها اون نفرایی که شما کرده همصحبت شده ایستادن میگریزن، یعنی اون نفرایی هستن که وطن خود رو دوست نمیدارن، شاید مغر هستن، ضعیف هستن، ناتوان میبینن خودشون رو. یعنی غرور مردانگی باید داشته نشون در کار است. دادر برای نوارهایی که شما نشون دادید، نوارهایی که شما نشون خب گیران باشد بهتر. خب حاضر بلندگویک مرحمت،
حالت تکنیک بود. مرحمت. من میگم که شما نواری که نواری که تماشا کردیم، ما از اون فرودگاه تماشا کردم، بعد ما یک نوار که نردبانی که مونده کمیسیت حربی چیکار داشتن. پس ببینید یک سوال عادی ترین است، هم برای شما هم برای اون نفرانی که از مهاجرت است، از داخل است، از خارج، فرق ندارد برای ما که کسی که گوش میکنه. وقتی که دعوتنامه حربی رو میدن، پس برای چی برای دعوت نمیروند؟ سوال برای اون نفرایی که میگریزن. همین هر سخن را گفته که ما دعوتنامه نگرفتیم. وقت دانشجو رو آیا از دانشگاه گرفته بردن هست در قانون؟ وای باید خواند، بعد ختم خدمت کند. آیا قانون همین بند دارد که از دانشگاه؟ بعضی نفرانی که هم میگریزن شاید به دانشگاه رو رفته باشن که راهی گریز انتخاب کردگی باشن. مثلا برای با مقصدی است اونجا تحصیل کرده ایستاده است. می شود مثلا من کارمند رادیو بودم، از استودیوی رادیو نفری که اخبار خوانده ایستاده است، دانشجوی کورس چهارم است، یک سال دیگر باید خواند، او را گرفته برده بودند. سبب یعنی ممکن شاید غایبی زیاد دارد، شاید به درس ها نمی رود، شاید مثلا سنجش امتحان ها قصد دارد، شاید دانشگاه خارج کردگی است. این اوره سبب های خیلی خیلی زیاد دارن. یعنی یگان چی از خودش پیدا نمیشه. پول دانشگاه را داده نتوانست، در درس اشتراک کرده نتوانست، با سبب او را باید بر خدمت حربی برند. اینگاه خدمت حربی را به مانند یک زندان، یک جزاگاه معین میکنند. در ذهن جوانان محبت بر وطن را خطور همین یک رجوع محبت در دل اینها، تولید شدن محبت را در دل جوانان خودشان محو میکنند. چرا یک زمان عسکری می رفتند، می آمدند با کرنای سرنای پیشواز می گرفتند، می آمدند از روزی که با عسکری رفت یک گوساله خریده می آمدند، وقتی می آمد پیش پایش ذبح می کردند آن را. یک توی سور بر این بود، یک چند هفته با لباس عسکری می رفت، افتخارش بود. ولی تو هنوز هم همینطور هست. نبیاید دختر کسی نمیداد، پس وای بیمار حساب شد. امروز برعکس است و شما خدمت کرده صاحب رتبه شدید، این خیلی خوب است. پدر من هم رتبه دارد، مادرم هم دارد، واقعا مادرم من سرژانت است، با دیپلم سرخ ختم کرده. خب اکنون چرا شما آموختید در عسکری، آموختید رزمندگی را، مثلا تمام همون اسباب های اشیاهای جنگی را، مثلا داخلش را، جزهایش را در عسکری آموخته؟ بله، همه چیز را من در همون قسم حربی آموختم، هم جوانمردی، هم مناسبت، هم مثلا مهر یک قدری قیمت پدر و مادر برای هر یک پارچه وطن، برای مثلا استفاده بردن با یارو خو از همه چیز رو آموختیم. امروز وقتی که دشمن مثلا حمله میکنه، پس ما چگونه آماده باشیم؟ ما باید که مبارزه خود رو نشان دهیم، نه تنها فقط یارو خو هستیم که با سخن هم، با قدم هم، با همه چیز ما آماده هستیم که باید که وطن خود رو حفظ کنیم. این وظیفه باید که هم ایمانی، هم وجدانی و هم مردانگی ما باشه. وقتی که جوان ما هم باید که وقتی که شاید من از نقطه نظر دینی مسلح نیستم، من از نقطه نظر اینقدر دانشی پرقدر ندارم، اما شاید شما هم اگر از قرآن، از حدیث اگر برای مردم بگویید که منم ندارم دانش قوت، من دعوای دین صاحب دانش مکمل دینی داشتنی نمیکنم، ندارم، چون که یک معلمه عادی هستم. لیکن ما وقتی که میکردیم، پدر مادر همیشه میگفتن که یعنی وطن رو باید که ما در نوبت اول محافظت کنیم. وقتی که دشمن هجوم کرده میبیاید، ما باید که وطن خودمون حفظ کردن و دکارات. این خیلی نفرایی که با شما صحبت میکنن اینها دفع کردن دکار، این خیلی غرور مردی ندارن. خو از تاجیکستان بیهوده اینها بیرون نیستن. دکتر دارن. همون نفرایی که مهاجرت میرن، همون نفرایی که خانواده در کشور چی میخورن؟ همین مهاجر کار نکنه، در کشور چی میخورن؟ و در کشور مگر جای کاری نیست؟ ما هم در کشور هستیم یا نیست؟ در کشور جای کاری نیست. جای کار نمیرفتن بر روسیه. خواهر گوش کنید، اون نفری که اون نفر تاجیکستان رو به رشد اقتصادی بزرگانی است، نفری که صاحب علم است، معرفت است، فرهنگ است، صاحب کسب و کار است و حتما از تاجیکستان جای کاری میبرد. من حتی بعضا همین جوانان تنبل هم تاکید میکنم که جوانای نفرایی که امروز جای کاری نیست، شرم دارید از این جای کار، شما برای چه جای کاری تشکیل نمیکنید؟
برای چی ما تشکیل کرده نمیتوانیم؟ دو سه جامعه متحد کرده یک شرکت برای چی نمی خیلی خیلی امکانات و قانون های مال شما در بالا من دایر به همون دولت دموکراتی باشد و خوب بنیاد باشد گفته تاکید هم کرده گذاشته تاجیکستان ما دولت حقوقی است. همه قانون هایی که تاجیکستان دارد بسنده است. اگر ما همین قانون ها رو اجرا کنیم، اگر هم سطح زندگی ما هم مردم کار کردیم، زندگی خودمون شکرانه است که زندگی ما پیش برده ایستادیم، دزدی کردیم ما نه مهاجرت نرفته ایستادیم یا دیگر عملهای ناشایسته دست نزده ایستادیم. خیلی شکرانه میکنیم که امروز در تاجیکستان ما مثلا زندگی خودمون پیش میبریم. باید یک اشاره کرده گذاشتید که دولت حقوق بنیاد و دموکراتی باشد، مگر تاجیکستان دولت حقوق بنیاد نیست، دولت حقوقی است. ما تکیه به قانون میکنیم، با تکیه به کنستیتوسیون میکنیم. یک نفر 5 مراتب رئیس جمهور انتخاب نمیشه. شما این رو خوب میدونید و خیلی از ماده های سرقانون اجرا نشده ایستاده است. در قطار 6 سرقانون بهترین دنیا سرقانون کشور ما هست. 6 سرقانون بهترین 244 دولت دنیا یکی از آن ما بهترین حسابی نمی شود اگر رعایت شود، اما نمی شود. من از موضوع نبرایم، بیایید یک نفری دیگر را قبول کنیم چون همه حقوق گفتار دارد با شما صحبت کنند نباشد. مرحمت، فقط قباحت روی ندهد، با حرف خوب. مرحمت. زنگ میزنند، نوبت واتساپ بوده است. مرحمت، با اون که صحبت میکنیم. الو، سلام علیکم. و علیکم سلام. برادر هستند. مرحمت. برادر یک گفتگو تصور نداره که چند پول معاش میگیری و در تاجیکستان یک مزد مهنتی نوچیز میتین که آدما مجبور به دیگه دولت، به روسیه، به دیگه دولت ها میروند. وقتی که زندگی در دولت خود، در کشور خود میگذرد، برای چی تو باید غریب شوی؟ دیروز من این یک برادر بهادر نام داره، پلیس روس و شهروندی روسیه داره، برده 3 روز لجنه تی تاجیک такой, ти таджик такой, ти таджик такой. Когда вы исчезнете отсюда, شهروندی روسی داره و نخود مردمی کمتر در همون تاجیکستان روزش گذرد میخیزن میبینن که در این روسیه انا با گو میگن در دیار همسایه گوساله ما اینجا هیچ که نیست. اگر شهروندی هم داشته باشه در این روسیه 100 شهروندی داشته باشه در کل شما به قپن بود محکم توکرد با میگیرن و با تاجیکستان تو روی میگیرن که با در اونجا در بلا میزنید. اون آدمایی که گپ میزنن این آدمایی که یک دوزخ یا اونجا کار میکنن که اون معاش زیادتی اونجا دوزی قطعی روزش میگذرن در به خدمت ارمیا. و ارمیا میگوین یک ارمی قشق، همون ارمیا در تاجیکستان ما عموما در کار نیست. و برای چی که ما از کی باید خود ما را محافظت کنیم؟ همون ارمیه که مردم میرون بچه کموتم ادبدار اونجا بی ادب میشد و حقارت میشد میبینه. نه خوراک درست میخورد، نه تعلیم درست دارد، نه جای خواب درست دارد، نه لباس خوب دارد. ما همین کرونا میبرونو انا وطن خیلی خیلی صدقه آدمگیری شده. شما روستا های آدم بودین حقیقت گفتن یاد میگیرید. خب برادر یک سوال دادن ممکن؟ از صدایتان معلوم است که بزرگسال هستید، همینطور؟ یگان 50 سال دارید؟ من دخترم 44 ساله. دخترتان 44 ساله. خب پس برای من قریب پدر هستید. اکنون شما گوید که در زمان شوروی شما به خدمت حربی رفته اید، معلوم که بر دیگر کشور، در کشورهای سابق شوروی در زمان شوروی من همچون افیسر بودم. در قزاقستان در همین پایتخت حاضر شهر سلنگراد بود. حاضر آنها سلطان آبادش کردن، نور آبادش کردن، نور سلطان. در همون نور سلطان من خدمت کردم. خب در کشور بیگانه خدمت کردید، قطار بیگانه ها. یگان کس در زمان شما هم شاته خورده، شکمش بریده، سرش کفیده یا خودکشی کرده یا مرده می آمد از عسکری؟ در اتحاد شوروی اگر یک کس یگان تالدت میکشتن این یک جنایت بزرگ بود. انا سیوز مستب بود. و در دور اتحاد شوروی وقتی شما رو به ارمیا گسیل میکردن توی میدادن، ارمیا می آمدید با توی میدادن.
بله این یک مردم افتخار خودکار میشه بزرگ که بود بچم خدمت آرمیا بردن. میرود و بچم آرمیا گشت خودت چی هست در تاجیکستان ابلا با توزی آدما رو بازوری میبرن آرمیا هیچ خیلی آرمیا هست محبت بزوری بر وطن. خب این یک تصاوت است. دیروز همین یک برادر آستانهای بس من کمی تلگرافی هم شود دخترم گپای من گوش کنید من برای عموم گپ میزنم یک آستانه و یک پروگرام میبرد در باره برای چی دخترکو در تویو مثل نیم لوت رقص میکنن این میکنن وقتی که یک چیز شما فراموش اونا همین گپ میزنن یک گپای پوچ میزنن اما آستانه و پروگرامش من تمام مقبول نیست است که همون پروست برای انالیز کردن گوش میکنن آخه میگوید که یک گپای همون شف میگوید شفتولو نمیگوید آخه تو سطح زندگی مردم بلند نکنید تو مردم اما در دور ایتیای چوروی نزدش در چی بود کدام زنکی که کار میکرد روزش میکرد تو وقتی که هر یک شخصیت در وطن خود از مزد مهنت درست نگیرد زندگیش برده تواند همون وقت در اونجا این چرکینی و این حرامی و این دوزی و این رشوه‌خوری همش گم میشه و میره درست. فهمیده؟ تا مردم را تامین نکنن محبتش را نسبت وطن انگیختن دشوار است. تا مردم را یک شرایط خوب فراهم نارند. دخترم گپ گوش کنید تو مردم از روی روز از نگذشتن به روسیه میبینن من میبینم خیلی مردم ما در روسیه خیلی عذاب دارن دیروز شما همون بهادر میدیدید خیلی زده شد پلیس روز 3 روز شهروند روسیه را قبیله زده دهن و بینیش شکسته ما اینجا هیچ کی نیستیم ما هیچ آبرو نداریم هیچ قدر نداریم وقتی که در حکومت خود ما قدر نداریم وقتی که آدم در دیار خود ندارد و در دیگه دیار تمام بسازد تا ما اگر در حکومت خود ما یک حکومتی که نسبت ملت نسبت مردم اساسا نسبت زنها برای اینکه زنها که وقتی که در اویله زن بی‌سواد است اون اویله تماما بی‌سواد میمونه مردم ما در زنکو اهمیت نمیدن هر زنک و اساس اویله این زنک و اساس اویله این زنک وقتی که زنک بی‌سواد شد فرزند او زنک بگویی باید قطعی فرزند در چند درس تیار کند پدرها همه در روسیه در کار او زنک اگر بی‌سواد باشد او زنک چه تربیت او فرزند تربیت می‌یابد وقتی که من خودم آداب درست ندارم گپ‌زدن درست نتوانم و چه فرزند من گپ‌زنی درست می‌کند یا آداب صفت علاقه خیلی پست است برادر تو خیلی میخونی یک هفته یک بار باید مکتب روم سهر خیزم گویم دندانت شو سر روت شو هر روز خب برادر ما از موضوع خیلی دور شدیم بگیگه در آمده رفت موضوع در تیم چیو گم میزنیم مبسوط چیزایی که کوچوک هستن مایده هستن و رو فراموش میکنیم که ما همون چیزایی مایده رو نمیدونیم بله درست فقط در یک هفته یک بار نگو 6 روز باید مکتب رود تا اونچنانی که محمد صالح برادر گفتن دانشمند باشد و اینجا محمد صالح گفتند که با نفری که دانش و ملکه دارد در وطن کار پیدا می شود در یک خود آلمان چقدر دانشمندان شاعران ادیبان و علاقه عضو اتفاق نویسندگان آلمان شدن برخی کار میکنند که آنها با جرم یگان اکستریمیست و تروریست نه اونها با گفتن حقیقت از وطن بیرون شدن در یک خودی فرانسه چقدر بسیار هستند در لهستان چقدر بسیار هستند از تاجیکستان رفتند از همین تاجیکستانی ما این کشورها که میداند مغز برایشان لازم است زود زیر حمایه خود میگیرند و اهل سواد و اهل دانش در وطن کار پیدا میکنند گفته شاید نفرانی هم پیدا شوند که بر همان معاش خور دقیق قناعت کنند چون سوادناکان پرقناعت تحمل هستند اما همه کس دانشمند شده نمیتواند نه همه کس دانشمند شده میتواند حسن بصری جدا کرده عقل را بر 3 زینه و در زینه سوم
فقط یک فایز خورده که مردم هستند که منطق و فلسفه درک میکنند. در زینه دوم نفرانی که کمتر از علم برخوردارند و زینه اول که تماما مردمی چی هستند، یک عادی هستند، یک مردم عام فهم، یک کودک برین کودک نیمو به هر حال اونقدر سواد و ملکه را در ذهن خود جای کرده نمیتوانند. اینها باید چیکار کنند؟ زباد فابریکه نیست که کار هست گفتند این دروغ است. اگر نفر دیگر را قبول کنه مرحمت. صفت علاقه بعد بود قطع شد صدایشان. مرحمت گوش میکنی مهاجر؟ مرحمت دویم به فکرم وارد شدن. همین سلام علیکم میگم باری دیگر. خب این اکای محمد صالح گفتن در وطن کار کردن ممکن. گپشان توری نیکست نمبر یک بار مثلا باری خودت میوگی خانه چی میگن باقی خودت را برده فروختن با کوچه میدارد، گایی میدارد، نالاگ میدارد، ایتیننده کار نمیشود. اپیدمیولوژی سانیتری میدارد. بله ایتیننده خوش میوگی مثلا سیب در نظر گیرید، سیب انا باشه 5 سوم یا 1 سومش گایی بتید، 1 سومش اینش بتید، 1 سومش ویش بتید، هیچ پول نمیمونه. ایتیننده کار کردن نمیشود تاجیکستان میشد، همه کار میکرد. در تاجیکستان خیلی کار میشد. کی می آمد؟ خب درست است. نفر دیگر را قبول کنیم یا خودی محمد صالح هم اگر وارد شده حرف زنند مرحمت، تا که همیشه فکر من جاری نباشد در برنامه. گناگون اندیشی را هم مرحمت. علی شیر. سلام علیکم. و علیکم سلام. میفرمایید دادر. میخواستم بگویم که خواهر جان همین کارتون خطا است. همین دخترای توجیک ناموسی ما مردا هستند. شما یک موردی بحث قرار داده اید که ما یک موضوعی کرده ایستاده‌ایم. یگان اینجا یک موردی بحث قرار داده اید که من که باور کنید خجالت هم اومد. آخه وطن مادر ناموس خودمان اگر حمایت نکنیم مگر از دولت‌های خارجی اومدم همین وطن ما را حمایت میکنن. من این سوال را الکی دادم. اگر اسکر بچه تاجیک در خدمت حربی نآموزد رزمندگی را، نآموزد او بزرگ نشود، او مشق نکند، فقط همین کار و بار یگان نفر را کرده گردد، وای فردا وطن را کی حمایت میکند؟ اگر برخی با پول به این بلیط خرند، برخی گریخته گردند از کشور که نآیند، پس فردا یک روز بر تاجیکستان خدا نکند آمده ماند کی حمایت میکند؟ من این سوال را گفتم. این با من گفتم انا همون عکسایی که در پلوی شما در نوار معلوم است. انا همین آبادکاری ها را هم ملت تاجیک کرده است. با مهنتی همین حلال ملت تاجیک شده است. اگر ما همین برای ملتمون حمایت نکنیم، آبادکاری نکنیم، این یگان نفر دیگر اومده برای ما حمایت نمیکنه یا آباد نمیکنه. خب این آبادی ها را ساختمان چی میکند؟ هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداختن. عسکری رفته آمدن ساختمان چی باید کند؟ اما عسکر بچه باید آموزد. طریق ابله و بردن در یگان قانون دنیا نیست. در خود تاجیکستان هم در سرقانونش، در دیگر قانونهایش زورن بردن سرباز شکاری نیست. ابله و در کجای قانون خدمت وطن مادر این شرف است. این باعث افتخار هر یک جوانمرد باید باشد. انا همون نفرانی که چی ما میمیریم ولی به خدمت حربی نمیرویم. آخه آنها شرط دارن. حیف جوانمرد، نام جوانمردی بر شما. آخه باز میگید که در تاجیکستان جای کاری نیست. آخه چند سال پیش در تاجیکستان چی وضعیت بود؟ سالهای جنگ بود. خیلی شما از من هم باید خوبتر دانید. و روز تا روز انا همون آبادکاری شده ایستاده است. تشکیل جای کاری نام شده ایستاده است. روز تا روز آبادکاری پیشروی دیده ایستاده ایم که ما باید به همون دولت‌های دیگر باید چی نکنیم. 2 سال به معاش کار کردیم. یگان تین نگرفته 2 سال سر خم کرده کار کردیم چون که وظیفه ما مقدس بود.
معارف باید در همه و من حالت با معارف با انا همون گپایی که یک نفر بر اومدن که با محمد صالح بودن چی بودن با گپای انا همون نفر راضی ام. درست خیلی درست قید کردن که اینکه در تاجیکستان نیست تشکیل جای کارایی نفت نیست، اینکه امکان پذیر است. این همهش در دست خود ماست. ولی انا اون نفرانی که میگویند که ما میمیریم اما خدمت نمیکنیم، از دست چنین مردها یگان کار نمیآید، نه خدمت نه کار. با چنین جوانمردان نیست لعنت باید کرد. حیفش جوانمردی بر شما. نه نفری را لعنت کردن ممکن نیست، هرگز ممکن نیست. خب هم جهت دینی هم اتیکا، از روی اتیکا ژورنالیستی تماما ممکن نیست. خب دادر جان گوش کنید، اینقدر وظیفه دار در سر منصب های تاجیکستان بسیار، چرا جای کار اونها تشکیل نمی کنند که این همه غریبان را از کشورهای بیگانه جمع کرده گیرند؟ و سبب چی شده که مردم اونقدر از خدمت میگریزند که ابله و نام یک شرمندگی را جاری کردند؟ سبب چیست؟ ما نشان دادیم در نوار ابله را، این غیر قانونی بود، نشان دادیم. جنایت را باید نشان دهیم، جنایت آشکار کرده شود. ابله جنایت است، آدم دزدی جنایت است یا نه؟ در یگان جای قانون هست آدم دزدی؟ اکنون گویید که من آیا یگان خیل بیناموسی فتنه‌گری کرده ایستادم همینجا؟ میکروفونتان گیران است. آرامند. نفری دیگر را قبول کنیم. مرحمت شاهرخ بلندگو یک از جانب خود شاهرخ بسته است. شاهرخ خب بچه غریب باز وارد شدن. مرحمت. نه بیرون شدن. الو. خب بله اگر علاوه کردن هایتان و علیکم السلام گوش میکنم. علاوه من همین اپجام که همین سگ رو بر مجبوری یک مطل است که شکار برده نمیشود و یک کم میگه که شکار به او ابله و قطعی آدمی که نخواهد ابله و خدمت کردن به اون مجبوری هم که برش خدمت نمیکند. یک دیگه‌مش که کدام این همین من لیش نه چند آدمای هستند بر من خودم خدمت کردگی نیستم، نه که هستن آدمای خدمت کردگیان، هم صنفم هستن جورام هستن خدمت کردگیان، از خدمت اومدگیان یگان تش ژلوتکای آواد نداره. ای چیره ای روی خوراک ناسالم تاجیکستان خوردن خدمت رفته صحت سلامت بود، ای سلامتی کسلی ای یگان عذرش کار نمیکند. یگان چی هست همسایه ما را که بردگیشن ای استاد 3 ماه مجبور ای خانه بردنش 3 ماه خدمت کرد، بعد خدمت آوردنش یگان جای بدنش پاهاش کار نمیکردن، آوردن نگاه نیش کردن خانه شون در پرفتگی. هیچ که نه دولت نگاهش میکنه نه هیچی. 6 بار شید اپراتسش میکنن. همو بچه 100% بود حاضر بزریا چیدگی دیگه فرزن نمیوا. ایروی چی ایروی خدمت کی رو میخواه که برای به همه چیز خدشه ده همه بلوب دوزه. هیچ که نمیره ایروی چی ایروی به صاحبی. یک دیگه شب حاضر نه به نام الله حاضر میدانمش. این ای بهار که در خونه کماندیر شو کار کردیسه نیهالای خونه کماندیر شو را کلان میکنه در پیش چی و یا جنگ شوه او افتمه در قبیده نتونه مگر هم کلندی هم کماندیر شب گیره برو یا جنگ با او نمیدونه که افتمه چیه، نمیدونه که پیستوله چیه. در وقت جنگ همو کلندی کماندیر شب گیره مگر هم با برو یا همو جنگ. بله شما را درک کردم. اکنون اگر محمد صالح همینجا می بودن جواب میدادن. بر خیلی حرفایشان من جانب دارم. اینکه رتبه حربی دارند احترام باب است و من میخواهم که هر نفری که رتبه حربی دارد خدمت کرده تا عنوان کاپیتان یا گنرالی برآمدن خدمت کرده براید. هم تو یکک از پدرش میراث نگیرد. خب باز نفر دیگر رو قبول میکنیم. مرحمت. شعار ما وطنداری است. خیلی خوب. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداری است. Добрый вечер. А мне там можно по-русски разговаривать? مرحمت. بله.
Ну, я здесь совсем не согласен, что некоторые говорят, что облава, а некоторые говорят, что, как вам сказать, служба плохо, некоторые так. Давайте обсудим такого. Закон существует. Если кто-то повестку принимает, не ездит на военкомат, а что, он не виноват, что ли? Это вопрос именно вам. Виноват. Но если повестки не Ну, было. а как Если не было? только что прилетел с России, а его обловили в аэропорту. Тогда кто виноват? То, что Саидова, украдут... Саидова, слушайте сюда. А почему вот говорят, что, например, вот мы не любим свою родину? А если кто-то виноват, почему народ не любит свою родину? Если виноват вообще-то другой человек. Здесь родина не виновен. Здесь наши мамы, наши сестры, наши деды, наши, блядь, которые вот остались на Таджикистан кое-что, они же не виновен. Что, я не прав? Вот это логика, это правильно уже. Родина – это наша мама, папа, дети наши, там, где мы родились, играли, вырастили нас туда, мы учились там, а не те, которые сидят в правительстве уже 30-й год почти, 29 лет, и правят вот таким образом, что люди уже не хотят слушать в родине, на родине, то есть. А вы думаете, что правительство наше виноват? Правительство виновато. Докажите, пожалуйста, какой-нибудь вину. Хоп, доказать. اولا که من تاجیکم و روسی گفتم نتوانم اما با حرمتی آن تاجیکانی که اینجا تماشا میکند خب یکی از گناهانی که عین حال یک بار در ذهن من آمد نفری گفتن من عنوان حربی دارم عنوان حربی پسر رئیس جمهور دارد در کجا خدمت کرده باشد پسر رئیس جمهور در کجا خدمت کرده باشد بعداً یک چیز دیگر پدری ما بابای ما در کشورهای غیر خدمت کردند در کشورهایی که نام و نشان مسلمان نیست خدمت کردند اما شطح نخوردند مثلا کسی اون وقت در عسکری نمیمرد بیمار شده نمی آمد دست و پایش ناگیران شده نمی آمد چرا امروز در تاجیکستان میشوند چرا در همین کشورهای همسایه اینچنین حالت را مشاهده کردن ممکن مشاهده نمیکنیم مثلا در گروه ها در شبکه‌های اجتماعی خیلی گروه های ازبکی هست که ما اونجا ادمین هستم خودشان انتخاب کردند از آن که زبانشان را میدونم در آن گروه ها یگان بار این خیلی حادثه ها نیست که کسی از خدمت حربی مرده آمده باشد وسایل اخباری عامه این کشور هم نمی نویسد هرچند خیلی آشکارتر آزادتر از ما می نویسند این گونه حالت نیست چرا در تاجیکستان از بچه‌ها بیمار شده می آیند یا مردهشان را می بیارند یا چه خیلی گفتن بیزوریات شده می آیند پایش کار نمی کند دستش هنوز برنامه سر نشده یک زن در همین پیامک ها نوشته بودند که جیانی ما را بردن جراحی کردن جیانی که تماما سالم بود از آنجا نیمادم شده آمد واقعا یک حرف دیگر را بگویم از خویش و تباران من همه خدمت کردند خویش و تبار من اولاد من همه خدمت کردند مرحمت دیگر گوش میکنیم بروسی اما با تاجیکی بهتر گپ میزنید چون که کلمه چینیتان در روسی دشوارتر است من باور دارم که با تاجیکی بهتر حرف میزنند خاموش карданд я даже нет слушайте меня внимательно которые вот сделали оперировали вы же сказали что его почку продали его печень продали ну как-то вот забрали продали правильно да правильно я вас понял да так они сами виноваты они сами подождите они сами виноваты наше правительство их не слушает обжаловаться в другом, в ООН обжаловаться, в другом организации надо обжаловать. Я вам скажу, что вот наше правительство не виновато. Мы сами виноваты, что мы их выбрали.
Точно. Правильно я вам скажу? Это правильно. Вот это точная точка. Правильно. М? Мы Мы виноваты. сами Да. выбрали их и терпим. Правильно я вам сказал? Когда ученого Ибн Халдуна спросили, если тебе прикажут уничтожить две стороны, в одной стороне тираны, а в другом рабы, ты кого бы уничтожил? Он говорит, я рабов бы уничтожил, потому что это рабы, которые производят, создают тиранов. و با توجه که میگویند این غلامان هستند که ظالمان را به بار میبیارند. اگر غلام سرخم نکند ظالم تیاقش را نمیبردارد، ظلم نمیکند. ما هستیم گناهکار که انتخاب کردیم. درست گفتید. من شما را 100% جانب دارم. از این همه شرکت کنندگان، همین نفری که با روسی حرف زدن، من 100% جانب دار هستم. و قبول میکنیم نفری دیگر را اصلا بیرون شدن یا حلیم گوش میکنیم شما را. سلام علیکم. و علیکم سلام. خب خواهر عزیز، برای تشکیل این برنامه من اول عرض سپاس بیان میکنم. رحمت که خیلی برنامه‌های جالب برای ما تهیه میکنید. خب می‌ندار هستم. خب من میخواستم چند فکر خودم گویم بابت همین فکرهایی که همجا بیان شدن بابت همین موضوع. و من میخواستم گویم که اگر ما دقت کنیم سال 1963 سابق پرزیدنت امریکا جان کندی گفته بود که خیلی چی جان کندی رو چی کردن، البته بعضی دشمنان. جان کندی گفته بود که شما نگویید که برای وطن برای شما چی کار کرده است. شما به خود سوال دید که شما برای وطنتان چی کار کرده. یعنی امروز ما با عیبدار کردن دولت یا حکومت یا با عیبدار کردن اشخاص یک نفر دیگر ما نمیتوانیم گوییم که همین خدمت کردن در کار نیست. اگر ما امروز خدمت نکنیم، اگر ما گوییم که هر خیل بهانه ها پیش آوریم، پس امروز همین صلح و آرامی که از امروز خواهر ما دادر ما در خانه‌اش آرام خواب میکند، امروز همین جوانمردا خدمت کرده ایستادن که خیلی تینجو امانی است. اگر ما این خیلی برنامه کرده یا عموما این خیلی در ذهن مردم جای کنیم خدمت کردن در کنیم، اگر ما منتظر شویم که یعنی شرایط گویا که لوکس باشد مثل مهمانخانه 7 ستاره دار، پس چخیل ما میتونیم که دولت ما حمایت کنیم بعد گوییم که اون کس خدمت نرود. عموما این فکر نادرست است. ما باید بهانه‌جویی نکنیم. اگر بهانه‌جویی کنیم پس ما دولت ما حمایت کردن نمیتونیم. امروز ما خوشبخت هستیم که دولت همین جوانای به ننگ و ناموس حمایت کرده ایستادند و همین خواهرای ما، دادرای ما، مادرای ما همین تینجو آرام خواب میکنند و با دل پر زندگی دارند. یک برنامه تلویزیونی شده بود، اونجا یک مادر شکایت میکند که همین فرزند من و مادر البته از دیگر کشور است، یک برنامه تلویزیونی شبکه تلویزیونی روسیه رو من تماشا کرده بودم. همونجا مادر شکایت میکند که همین فرزند من خدمت رفت در روسیه، خدمت رفت و گرفتن یک جا به جنگ گسیل کردن، فرزند من مرد. همین عیب دولت بود، عیب همین خدمت بود که اگر همین به جنگ نمی رفت و هلاک نمی شد فرزند من زنده میموند. دیگر و دیگر اونجا بعد یک عالم، یک متخصص خیلی کهنسال بیان کردند که اگر همین فرزند شما به خدمت نمی رفت و به جنگ نمی رفت و به هلاکت نمی رسید، شاید همون در خانه اتون از یگان جا افتیده، در همون وقت و ساعت از یگان جا افتیده به هلاکت می رسید. البته به هلاکت رسیدن یا اینکه چی میگویند مجروح شدن و یا یگان خیلی مشکلی دیدن، این از تقدیر انسان است. یکی ما اینا نباید گوییم که
من مثلا خدمت رفتم این خیلی کارا شدن. اگر در تقدیر شما باشد همین در خانه‌تون هم از یگان جا افتیده میمورید یا در همین کوچه هم رفته ایستاده باشید، یگان خیلی حالتای یعنی که زن و زنی و یگان خیلی حالتها شدنش ممکن. خب اگر ما گوییم که در کوچه اگر ما مثلا گوییم که مثلا خیلی کوچه گیران باشد بهتر ممکن نیست. خب مثلا فرض کنید اگر ما گوییم که من کوچه ها ماشین زیاد، این عیب دولت و حکومت ماشینا زیاد شدن، ما از کوچه راه گشته نمیتوانیم، بهانه کنیم دولت و حکومت مثلا عیبدار کنیم. مثلا همین یک حالتی تصور کنید که کوچه، پس وقتی که ما از میان کوچه میگذریم و ما یا ماشین میزنه، اینجا دولت و حکومت گناهکار است؟ نه. خب اکنون گوش کنید، اگر چند رفته مرده بیاید قهرمانی است. بلندگویک باز خاموش شد. بگذاری صد. اگر دادر به جنگ رفته مرده بیاید این قهرمانی است. این مقابل دشمن سینه خود را سپر کرد و برای دفاع خواهرش، برای دفاع مادرش، سرزمین ملتش مرد. قهرمانی است. به این گونه قهرمانی مادرانی که فرزند دادن اونها هم قهرمانند. اما در باب تقدیر گفتید، تقدیر کلمه عربی است، معنایش قدر، ریشه کلمه تقدیر قدر است. خود را قدر کردن، تقدیرش بوده است مردن گیرد فرستادن گیر، نه، خودش را قدر کند، دیده و دانسته. اون که عسکری نمی رود و که آنجا صنعت های حربی را نمی آموزد، آنجا لوازمات حربی هم شاید نباشد. در برنامه گفتن، من که مرد نبودم اونجا نرفتم ندیدم، اما دیگر مردها گفتند که رفتن، در دستشان یگان بار автомат نگرفتند. خب بیایید دیگرها را هم قبول کنیم، چون شکایت بسیار می شود که آنها را قبول نکردیم، با دیگران بسیار حرف زدن. خب کی حرف نزده بود؟ شاهرخ مرحمت. الله سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش میکنیم. اپا جان شما نازه؟ تشکر، می ندارم. این اپا جان ما یوتیوب دارم، اینجا در پریاما افیر شده است، یک مسئله مبرم، مسئله روز برداشتید. خب نه رحمت، من یک سوال حیران شدم اپا جان. این شما همین کار را تشکیل کرده یگان مقصد یا اینکه یگان هدف هست این کارنده؟ هدف این که من درک کنم مردم چی فکر دارند که چرا امروز جوانان خودشان از روی محبت و دوستداری بر خدمت وطن نمی روند و چرا غیر قانونی آدم دوستی هست، ابلهه هست و چرا مهاجر بیچاره دیگر این طرف دیپارتاسیون می شود، این طرف ابلهه می شود، دیگر یگان راهی برآمد ندارد. راه را شاید خودی مردم میگویند. میدونید میشنوند مرا؟ خب در ژاپن وقتی که انقراض خیلی شدید بود، دیگر کشور تماما سطح اقتصادیاتش فرآمده رفت بر صفر. مردم آخرین جواهرات کلین و زنهایشان را، آخرین انگشترین و مرجانهایشان را یگان چیز نماند در خانه برآورده بر فاند دولت گذاشتند و همین کشور در یک سال در قطار کشورهای پیشرفته ترین جای گرفت. چرا این چنین مردم توانست کرده؟ یک کشور جنگ زده شد، مثلا امریکا بمب پرتاب بر هیروشیما ناگازاکی و یک شهر دیگر که تا هنوز هم آنجا رستنیه نمی روید، تماما یک اقتصاد پسترین فرآمده رفت سطح اقتصادیاتش، اما مردم خودشان برداشتند. چه سبب شد که محبت همین مردم را انگیخته توانستند؟ اما امروز راهبران ما نمیتوانند، دست میزنند بر زوری. سبب از تأسیس همین برنامه دانستن فکر مردم است. این که میبراید زن نبراید روی افیر، دیگره رو تا قرود نکن نبرا، مردم را نادرست چی کرده ایستاده میگویند، انگیزش داده ایستاده. من فکرهای مقابل من گفته شده را هم قبول کردم و جانبداران فکر مقابل هم کم نبودند. روزنامه‌نگار باید به هر دو طرف برابر نگاه کند، نیترال باشد، یعنی که خب نه جانبداری مخالف نه جانب حکومت، هر دو را برابر گوش کند. مرحمت، خاموش نشود بلندگویکا. مرحمت. بله، بریست شما را گوش میکنم.
این نفر هم به روسی حرف میزند. بریس از جانب خودتان خاموش شده است. محمود شریپوف مرحمت. محمود سلام علیکم. مرحمت میرسو. سلام علیکم. علیکم سلام. گوش میکنم شما. بله تشکر. گوش میکنید؟ بلندتر فقط حرف زنید. شب بینندگان و شب شما هم خوش باشه. خب شام بخیر. شام است در ما. در این ما در ما شب است. افجا مسئله خدمت گفته خیلی خوش به حال اون نفرانی که رفتند و خدمت کردند و اون مرز و بومشان را از تیر دیدو از تیر دشمن حفظ کردند. خوش به حالشان. خوش به حال اون نفرانی که وطن را محافظت کردند. افجان خب سوال هست می؟ سوال که افجان صحبت کنیم. خب درست است. گفتید خوش به حال آنهایی که وطن را محافظت کردند. پس می توانستند که کردند. پراکنده لشکر نیاید به کار. 200 مرد جنگی به از 100,000. ما مرد جنگی آماده کرده ایستادیم در ارتش یا پادبان بیناکار یا خدمتگار یگان کارمندی مقامات. ما کی آماده کرده ایستادیم در ارتش. خب دویم سوال. چرا یک کمیسه تشکیل نمی شود که با چی مشغول بودن همین عسکران را رفته بیند؟ اینک چندین نفر گفتن که در خانه کسی کار کرد. و سوال دیگر این که چرا امروز جوانان را با مهر و محبت وطنداری آنها را انگیخته نمی شود؟ آنها خودشان من با عسکری می روم گفته با جد و جهد نمی روند و طریق جنایت دزدیده می برند آنها را. چه حادثه ها با چنین یک پدیده های نامطلوب آورده رسانده بر ابله و مثلا قانون شکنی؟ تمام. بله. اما مصرع تکرار کرده که پراکنده لشکر نهایت بکار 200 مرد جنگی به از 100,000. ملادیس استاد فردوسی بزرگ بودن. گذشتگان ما بزرگ بودن و بزرگ خواهند ماند. این و راستیگه شما با از من خوبتر میدانید، چون که دوست داشتن وطن، حفظ کردن وطن، حمایه کردن ناموس این قرض است. درسته؟ اکنون باید ما امروز نسل جوان در همین رویت تربیت کنیم. جوانان تربیت کنیم که اختیاران به صف قوه مسلح روند و کمیسریت حربی روند و وطن خود را حفظ کنند. راستی اپا باید شما بران ژورنالیست هم گفتید پیش از این گفتید باید من زانه موبایل را اختیار کنم، هم مخالفین را گوش کنم هم شما درست است. شما خوب میشید یک برنامه کنید که همین کمبودیا رو چه خیلی اصلاح کنیم. این خیلی واقعا نه سوال جواب خاطر باید ما خیلی کنیم بعد یگون راه پیشنهاد کنید یگون ایده پیشنهاد کنید تو این خیلی یا خیلی همین بشور انداختن خیلی من خیلی کم در گوش کردم یک تصمیم خیلی این خیلی میگه یک تصمیم میگه این خیلی میگه بعدش میگه شما رو تحقیر کرد مثال گوش کرده سوجم کنم این چیزا همین شما یک برنامه میکردی که ایده نافیه اون فکری نافیه یگون. خب از همین گونه برنامه تشکیل کردن ها مقصد این است که از بین فکر خوب میبراید. از بین برنامه شما خوبه، من برنامه شما را گنده نگفتم، همون بود دیگرای هستن که برنامه کرسودیان مثال از جمله او محمد اقبال با حسین اکای حسین شان با او که این از اشت به یکی بدن شفقت محمد اینا کمتر این خیلی مسئله بدخشان به شما خیلی نبر اومده رحمت شما با سیلیش کمی خیلی وای کردم مردم بشور میاندازی کو من تماشا میکنم که خیلی چیزا مردم بویو که این همه کار مردم خیزه جنگ کنید همین اکای او محمد اقبال دوملو یا خیلی مردم بخیزه جنگ کنید خیلی خودتون میدونید که همین جنگ
خوبی نمیبرد. راستی گپ کجا نباش، امریکا می روسیه می هیچ دولتی نباشد جنگ است و خرابی میبرد، بدبختی میبرد، خوری میبرد، کودکا یتیم میمونن، مادرها زار میشوند. همین جنگ است. نمی راستی گپ افغانستان مثال نمیبرم، من میگم که این احوال دیگه خانم هست و دیگرین چیزی که برآورده شده برای ریپورت کنند. صدا خاموش شد. شما با فکرم خاموش کرده. نه ما خاموش نکردیم. ممکن من خاموش کرده باشم. همین عادی ترین چیزها را میفروشن راستی گپ ده برآورده برای پیش بردن یک برده نان. همین راستی گپ صلح و آرامی حدیث پیغمبر است، مگر صلی الله علیه و سلام میگن که مومن به قیمت سه چی نمیرسد، نه؟ امنیت، سلامتی و یک دیگه امنیت، سلامتی، چیزی دیگر بود دیگه به یادم است، فراموش کردم. همین چیزا قدرش نمیرسد انسانیت دیگه. باید همین چیز قدرش به رفتیم ما جان. خب من شما رو فهمیدم. خب خیلی ها در اینجا گفتند که ما خدمت میکنیم اگر ساختار دگرگون شود، ما برای این حکومت خدمت کردنی نیستیم. خب حکومت خدمت نمیکنه برای ببینید عادی ترین چیز همین جنگی مثال کم تر اگر ما افسران موجودت نمیکردن نیست عادی ترین چیز. شما در یک جا نایستادید که صدایتان ویران شده ایستاده است؟ نه من کم در اول شیشتم راه گشته بودم، خود نشستم بولتون. ببینید همین جنگ اسپری مثال میبرم با کردستان، اگر همون افسران نمی بودن هیچ نمیکردن. این صدای شما در افیر شنوا نیست، من میشنوم اما پست است نهایت. آنچه که میگوید درست است، صدا پست. کردم همین در جنگ اسپری آوردستم مثال. تماما. خب اما درست گفته ایستاده بودن جنگ هیچگاه به خوبی به آبادی نمی آورد، اما چی باید کرد که به جنگ به خونریزی یک نتیجه خوبی را نائل شویم؟ کی میخواهد که فرزندش جان داده باشد؟ کی داغ فرزند دیدن میخواهد یا همسرش در جنگ وفات کند، خانه هایش ویران شود در جنگ؟ کسی نمیخواهد. خب صاحب شما را گوش میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. دادر خوش میکنم. آوازی من هست؟ بله هست. من با تمام تماشابینان شما درود و پیام خود را رساندنی هستم که بله خدمت این حق هر یک مرد با آر و ناموس وطن است، لیکن خدمت را نباید فقط فرزند یک کمبغل به خدمت رود. باید فرزند باید قانون قبول نمود که در تاجیکستان فرزند پروکرور باشد، خب فرزند دادستان باشد، خب فرزند رئیس یا کمیته امنیت، خب فرزند پرزیدنت هم باشد، همه برابر باید خدمت کند. با مانند ازبکستان اون فرق ندارد که او فرزند کی هست، پادشاه هست یا وزیر است یا دیگر گروه لحت هم باشد. این برای چی علم میآورد که برای اکثرا مردم کمبغل، مردم عادی خدمت میکند. این برای مردم این علم آور است. برای همین هم هر یک شخص علمش را میبرد در اینجا میگوید. اما دو سه چوپلوسی که هست که در اینجا من این برنامه شما را خیلی شد گوش میکنم، همین آوازها با من شناس است. من این آوازها را خوب میشناسم. من یک مردی غریب هستم، من در دیگر کشور هستم، من جایم را گفتن نمیتونم، لیکن خدمت باید همه کنه. من نمیگویم که جوانها به خدمت نروند. اکثر همین جوانها را من سوال میتیم در همین دیگر دولت ها میبینم، میگویم که چرا خدمت نمیروی؟ میگویم که برای چی فرزند یک کارکنی دولتی خدمت نمیکنند، من روام خدمت کنم. باید خدمت همه باید به خدمت رود افا جان. بعد دیوم این برادری که بر اومد گفت که دیگر کانال ها نامش را گرفت، گفت که آنها مردم را به جنگ خیزاند. این تهمت کرد. هیچ که مردم را به جنگ نخیزاند. مردم را گفت که حق کانستیتوسیونی خودتان را طلب کنید. هر یک شخص با موافق کانستیتوسیون سرقانون کشور حق دارد که فکر و عقیده خود را نسبت به حکومت یا به یک شخصی علاهیده یا به یک شخصی صلاحیت دار
معین کنه و گوید که همین کاری حکومت نادرست است باید عوض شود یا اینکه برعکس که این کاری حکومت درست است. این رو باید هر یک شخص تصدیق کند و باید گوید اپا. خب در کشور همسایه ازبکستان دور نمیرویم، بیایید همین ازبکستان گذاریم. میدونم اپا در جان. اینجا یک و یک باره پیشرفتن کشور و حتی در لهستان یک مجله با نام ازبکستان هر ماه یک تا چاپ شده ایستاده است. از چندین کشور دیگر در ازبکستان فیلیال دانشگاه گشاده شده ایستاده است. خودشان آمده متخصص تهیه کرده ایستادند. روسیه علاوه 15 فیلیال دانشگاهش را در ازبکستان گشاد. یک و یک باره این جهش بر قله پیشرفت سبب چی؟ عوض شدن حکومت بود و اونجا علاقه یک فرمان برآوردند که هر نفری که یگان کروپسیونر یگان فسادکار پاره‌خور را برای دستگیر کردن به ما کمک میکند، خبر میدهد که فلانی پاره گرفت، مکافات خیلی بزرگ، اگر 2 تا پاره‌خور یا 3 تا شود مکافات باز افزودن میگیرد. این قانون است. درست است. درست قید کردید اپا جان. درست قید کردید. یک لحظه. وقتی که سربازان به خدمت میروند در ازبکستان آنها را قبول نمیکنند، آنها در نوبت میایستند که برای به خدمت حربی داخل شدن. بعضی هایشان پول میتیند که برای خدمت کنند 2 ماه 3 ماه هم باشه خدمت کنند بلیت حربی گیرند. برای چی؟ دما این گونه چیز نیست. سطح نیک احوالی اون خدمتچیان حربی همسایه از ما به کلی فرق میکنند. درست در ما این گونه نیست. در ما اگر باید که همه برابر در نزد قانون هست میگویند. اگر همون قانون ما بهترین است، اگر همه این قانون را اجرا کنند، همه به این قانون را رعایت کنند. اگر برای چی که مثلا ما میگیم که ازبکستان، قرقیزستان یا دیگرش، آخه در همین تاجیکستان همه خدمت میکنند. همه خدمت میکنند. اگر که همون فرزندای والا مقام هم خدمت کنند. باز یک گفتنی دیگه دارم که اکثر همین کارمندان حکومتی پاره‌خورند. فرزندان آنها که از همین پاره حرامی که خوردن پدرشون کلان میشن، اون لقمه حرام، باز وظیفه پدر را دوام میدهند. این از فرزند که لقمه حرام خورد اون فرزند کلان شود چی میشود؟ باز همون حرامخور دیگر میشود. اینها میگویند که ما در اسلام هم میدانیم، اینها را هم میدانیم، لیکن در اصل گور هم نمیدانند. اینها فقط یک چاپلوسی هستند که یک رژیم را اینها حمایت میکنند. تمام خدمت باید همه کند. من یگان جوامع را نمیگویم که خدمت نرو، همه تون را خدمت کنید. خدمت این یک متانت شرف است. شرف است. وظیفه ما شرف است. باید همه خدمت کند. این قرض وقتی که بله اپا جان، وقتی که فرزند یک منصبدار، یک پولدار خدمت نمیکند، چرا کمبغل رود خدمت کند؟ چرا کمبغل میرفته است که فرزند پولدار یا که وظیفه‌دار در روی کورپچه یونباش کردگی خواه و با خواهر و زن و فرزندش، فرزند کمبغل میرود مرز رو حمایت میکند. اون باید ملت رو حمایت کند، نه اینکه آخی فرزندای این شخصا رو آخی این علم آدم می آید. آخی فرزند کمبغل آخی فرزندی همون با یا که منصبدار فرزند بوده است و برای آنها عزیز بوده است، آنها فرزندایشان به خدمت نمیفرستند. اما فرزندی کمبغل چگونه دارد که اون برای مادر فرزندش عزیز نیست؟ اون باید حتما خدمت رود. خب برای اون کس کمبغل است. بله، کمبغلی که گناه نیست. خب دادر، من که در وسایط اخباری عامه هم فعالیت بسیار داشتم، یگان بار نشنیدم که فرزند یگان بالا مقام در خدمت حربی شطه خورده یا بیمار شده، معیوب شده آمده باشد. اگر میشنیدیم پس فکر میکردیم الکی میفهمیدیم که از آنها هم میروند بر خدمت. من یگان بار ندیدم. اما بار دیگر میگویم از خویش و تبار من همگی خدمت میکنند. همگی رفتن خدمت کردند. ابلا و نبرد، خودشان رفتن. منم خدمت کردم. بله.
اما واقعا عذاب کشیده و ضربالت خورده آمدن. عجیب که خصلت مردان همین خیلی است که جنگ میکنن، جایی که دخترها بحث میکنن، با هم جدال میکنن، قهری میشوند، یک هفته حرف نمیزنن. مردها اینجوری نیستن. مردها خیلی بی‌غبارتر هستن، جنگ کنن، بر زنازنی میگذارن، اما بعد یک ساعت الکی باز آشتی هستند. مرد میزند یک رو، این خصلتی وی است، اما نه به آن درجه که تا مردن، تا جراحی شدن، تا معیوب شدن، نیم آدم شدن او شته خورده باشد. و باز یک سبب دیگر، آنجا اگر حسن از دهان میگویند درست، تناول درست باشد، تامینات مادیات خوراک درست باشد، بعضی خانواده های هست که مثلا یک بار بزرگ دیگ می جنباند در یک روز. اگر در همان خدمت عسکری در یک روز 2 محل خوراک گرم دهد میروند جوانان، ما آشتی هد مثلا میروند. یک نفر خبری خوش بیارد از عسکری، دیگرها میروند. گپ در سر جان خوراک خوب میدهند، این دوری پیش نیست، خوراک خوب میدهند با سربازان، اما سر لباس یک مراتبه میدهند. اما درسی میگویند در پای افضل در پایشون میپوشند، از یک متریالی هست که کلده 2 ماه نمیپوشد میدارد، دوم باره آن را باید عوض کنند. از همو قسم های حربی به آن باید پای افضل دهند، اما آن شخص آن را چنان میدوزد که پای همو سلدت را بینی که به خدا به حال آن کس من اصلا دوامش نمیگم. خب این معلوم است پجا سلدت هایی که یک سال خدمت میکنن، پس پاپوشی را همون برسی را پای افضل را از دیگر جا میخرن میبیارن در قسم های حربی میپوشن، در پاشون خدمت میکنن. این به کجا راست میآید؟ بله فهمیدم شما را درست، چون آوازتان گویا خیلی چی بود، شنوا بود، تا با آخر گوش کردیم. دیگرها هم اگر چنین حرف میزدن تا با آخر گوش کردیم. خدا نگهبانتان باشه. بسیار تشکر. خب این کس جانبدار بودند که خدمت کند، فقط شرایط میخواهند، فقط امنیت میخواهند. واقعا کلمه امنیت در تاجیکستان از امنیت گفته با هراس قبول میکنند. امنیت یک کلمه خوب است. امنیت این آسودگی، امنیتی ما را تامین کننده خوب است، اما با هراس قبول میکنیم. خصوصا من هم امنیتی تاجیکستان را حتی کلمه با همکارانش موافقه نمی کند، با کارمندان نهادش. مردم با هراس این چیز را قبول کردند. یک چیز را دانستمانید که ترس و هراس محبت نمی شود، هرگز. ترس و هراس احترام هم نیست، هرگز. خب درباره پاره همین را گفته، بعدا برنامه را خاتمه بخشیدنی هستم. اگر همین ریشه فساد کنده شود در تاجیکستان، گل می شکفد، پاره‌خور گم شود، مونوپولیا گم شود، همه چیز در دست یک اولاد نباشد، مثلا همه داروخانه، مثلا همه انشاءات، ساختمان و دیگرها اگر در دست یک اولاد نباشد، تاجیکستان گل می شکفد. اما افسوس که چنین است. باز هم مثال میبیارم رئیس جمهور سینگاپور را که او وقتی سر قدرت آمد، هنوز عسکران ارمیای بریتانیا اطراف سینگاپور را احاطه کرده بودند، هنوز بودند در آنجا، هنوز هرچند از مستملکه بریتانیا سینگاپور را جدا کرده گرفتند، عسکرانش را جواب نداده بود. لی کوان یو راهبری باعث پیشرفت شده سینگاپور، قهرمان سینگاپور است. یک کشوری که بجز ماهیداری و کم تر خواجگی سبزوات پروری داشت، دیگر یگان منبع درآمد نداشت. سینگاپور آب نوشابه ندارد، از کشور همسایه میخرد، از باران تازه کرده فیلتر کرده آب نوشابه حاصل میکند. زمین سینگاپور حاصل نمیدهد، حاصل خیز نیست. آنجا باغ و بستان بنیاد کردن امکان ندارد. اما همین یک شهر دولتی خوردکک با این خیلی به زودی پیشرفت کردنش سبب چی بود؟ یکم کاری که لی کوان یو کرد، او اول تخم فساد را ریشه‌کن کرد. سر کرد از سودیه ها، از رئیسان که پاره‌خور بودند.
به یگان سود کردن به مرافعه دادگاهی برد زندانی کرد و آغاز کرد این زندانی کردن ها را از امکهای خودش، تقاهای خودش، خیش و تبار خودش. اول خیش و تبار خودش را زندانی کرد و امروز مردم میگویند اول پسر مقامداران خدمت کند بعد ما میکنیم. درست میگوید. او که اول خیش و تبار خودش را زندانی کرد، دیگر کسی دهان باز نکرد که خیش و تبار خودش پاره میخورد که چرا ما را زندانی کرد. ادوکات های پیدا کرد، وکیلان دفاع که برای ملتشان، برای وطنشان، برای دفاع حقیقت و عدالت جان میدادند. انا اینها را، ادوکات ها را، حلال و پاک آدمان را گرفت بر سر دادگاه، یعنی سود شدند، پروکورور شدند. و همین طریق هر نفری که با پاره دستگیر میشد حکم ابدی حبس میداد. ممکن نبود تماما. عین حال هم کروپسیا ریشه‌کن شده است. طالب علمی که در سنگاپور تحصیل میکند وقتی تولد میشود الکی در صورت حسابش چقدر مبلغ، باغچه، مکتب میانه، رایگان، دانشگاه رایگان، اگر به دانشگاه خارجی داخل شدن خواهد طالب علم سنگاپوری، برای تحصیلش را تامین کردن کاملا دولت وظیفه دار است. کاملا دولت وظیفه دار است. دائما میگم، ما دولت همسایه را مثال میبریم. افغانستان جنگ کو یا میگویم سال 91 92 جنگ شد، بیا همون سالها نبیاید صلح شد کو. خب سال 41 45 4 سال جنگ شد، آلمان جنگید، 4 سال جنگ شد. نخواد در تمام دوران شوروی ما جنگ بود که همون جنگ نشود آرام باش گفته باشیم. پیشرفت کردن. خب آلمان فاشیستی آمد هجوم کرد، بیا جنگ نشود آرام باشیم گفته و تمام خوری و ذلت تا باورده سرخم کردن نادرست است. یک فیلسوف روس سینلنیکوف و گنادی مالکین، دو فیلسوف، در یک مضمون یک سخن خوب دارند. میگویند گوسفند گمان میکند که بهترین راهبرش چوپان است و حمایه‌گرش سگ است. این گمان گوسفند است که بهترین حمایه‌گر روزیدهش هم همون چوپان و حمایه‌گرش باز سگ است. اما در اصل گوسفند را چوپان میخورد، استخوانش را سگ. چوپان میخورد و استخوانش را سگ. ما که گوسفند نیستیم. ما که روزی دهنده اما تو نباشی میمردیم، تو نباشی جنگ میشد، تو نباشی ما هیچ بودیم، ما کنجاله خورده ایستاده بودیم. بود همین خیل شعرها در مغازه ها چسبانده مانده بودن که تاجی کنجاله میخورد تو آمدی و به نان رسیدیم. آخر اگر این همه روزی دهنده و این همه تامین کننده اگر بنده باشد، وظیفه خدا چیست پس؟ پس این ما که از کشور بیرون آمدیم از گرسنگی نمردیم، مهنتی حلال کردن نان خورده ایستاده ایم. روزی دهنده رزاق است، خداوند است. خب بیایید برنامه رو من دینی نمی کنم چون حقوق ندارم، چون که من دانشمند ساحه دین نیستم. ای مردم بیدار، پناهت به خدا، تا دیدن دیدار پناهت به خدا. واقعا یک بزرگوار گفتگی بود. یک نفر برآمد میکند، برنامه میکند، واکنش نشان میدهد در این یا آن مسئله، فکرهای مقابل را در یک جا ریخته، از آنجا یگان الترناتیو پیدا کرده میگوید، یگان علاج مییابد. یک نفر میبراید، از دستش نه گفتار میآید نه تیر برآورده جنایتکار را کشتن، چیزی از دستش نمیآید، دفاع کردن از حقوق زندانیان نمیتواند و یک کاغذک را میبردارد که در آن نوشته شده است آزادی بر زندانیان سیاسی، آزادی بر بیگناهان پس پنجره، میبردارد، صورت میگیرد، در شبکه میگذارد. این هم یک قدم گذاشتن جانب آزادی است. این هم یک خدمت، یک اجرگذاری بر همین اجرگذاری نه، یک خدمت است که باید اجرگذار باشیم نسبت آنها. هر کس به قدر توان خودش. اگر از همین برنامه یک نفر بیدار شود، یک نفر بگذار در دلش محبت وطن بیدار شده باشد، اینش هم خیلی خوب است. بگذار یک راه و رشته بیرون شدن از این ورطه تنگ و تاریک 30 سال در یک جا ایستادن، یک راه و رشتهش پیدا شده باشد. هر چی که رجوع بر خوبه هست بگذار پیدا شده باشد. این علاقه برد ما هست. تا برنامه دیگر شما را بر پناه خداوند میسپارم. امان باشید.